کسی که بیش از حد به یک انسان دیگه وابسته میشه، یعنی که داره اون خلأها و کمبودهایی که در درون خودش هست رو در وجود یک شخص دیگه مطالبه میکنه، جستجو میکنه، گدایی میکنه و هیچ وقت به گدا چیز با ارزشی داده نمیشه. ما باید بتونیم در درون خودمون احساس ارزشمندی داشته باشیم، با وجود خودمون آشتی بکنیم، با خودمون اگر تنها باشیم در و دیوار خونه ما رو نخوره، با وجود خودمون، تنهایی خودمون باید سازگار باشیم، وفق پیدا کنیم و اذیت نشیم. اگر کسی دیگه ای نبود باید سعی کنیم وابسته به خودمون باشیم، وابسته به ذات خودمون و خدای خودمون باشیم، نه هیچ شخص دیگه ای. چرا؟ چون هیچ رابطه انسانی در این جهان مادی پایدار نخواهد